جایگاه راویان شیعه در نزد ائمه. مثلا نگاه کن بحث روات به چند تا شاخص برخورد داریم، مثل زراره، ابو بصیر، محمد بن مسلم. اینا خودشون فقیه بودن و خودشون در دین استوانی بودن. بالاخص زراره که اصلا چون با یک هم فقیه بود و هم با امام خیلی نزدیک بود، خدمت امام می اومد، از امام سوال میکرد و معمولا عین کلام امام رو مکتوب میکرد و سایر روات از امام مطلب رو میگرفتن، نقل به معنا میکردن، اون نقل به معنا رو مکتوب میکردن و اما اینا خودشون فقیه بودن، یعنی در دین صاحب نظر بودن، نکات رو از امام سوال میکردن و بعضا عین کلام امام رو مکتوب میکردن. بینندگان محترم، علم جرح و تعدیل و بررسی سند حدیث نزد اهل سنت جایگاه والایی دارد. اهل سنت هیچ حدیثی را بدون بررسی سند آن قبول نمی کنند و شیعیان مدعی‌اند که احادیث خود را از اهل بیت روایت کردند، اما با چه سندی؟ آنها هیچ توجه و عنایتی به بررسی سندها و جدا کردن احادیث صحیح از ضعیف نداشتند، چون غالباً هیچ راوی از راویان آنان نیست مگر اینکه در مورد وی دو قول وجود دارد. قولی او را توثیق و تعدیل می کند و قول دیگر او را تضعیف می کند و یا حتی لعنش می کند و او را از اسلام خارج می نماید. به طور مثال می بینیم که محدث مشهورشان زراره بن اعین که این آخوند علم و فقه و تقربش به امام را می ستاید و بنا به گفته آنان از یاران 3 تن از امامان یعنی باقر، صادق و کاظم رحمهم الله بوده است، پرونده اش چنین است: 1. اصلیتش مسیحی بود و پدر او برده رومی بود. شیخ طوسی در کتاب الفهرست صفحه 104 میگوید زراره از خانواده نصرانی بود و جدش سنسن یا سبسن یک راهبه نصرانی بود و پدرش برده رومی بود که برای بنی شعبان کار میکرد. 2. زراره کینه زیادی از اسلام داشت، لذا خود را مسلمان جا زد و در کوفه زندگی کرد. نزد امام صادق میرفت و در کلاس‌های او شرکت میکرد و اظهار ارادت زیادی به ایشان نشان میداد، تا جایی که امام صادق به او اعتماد کرد و از او در چند جای تعریف نمود. این تعریف‌ها باعث شد که در کوفه بسیار شناخته شود و چون شناخته شد و مردم به او اعتماد کردند و او را از یاران ابی عبدالله شناختند، تصمیم شوم خود یعنی دروغ نسبت دادن به اهل بیت را عملی ساخت. لذا هر وقت فرصتی پیدا می‌کرد دروغ‌هایی از این بزرگوار در کوفه منتشر می‌کرد و هر وقت امام صادق با به میل او سخن نمی‌گفت به مخالفت می‌پرداخت. در رجال کشی جلد 2 صفحه 57 روایت شده است که او در مورد تشهد از ابا عبدالله 3 روز پرسید و یک جواب حاصل نمود. وقتی خارج شد گفت در ریشش و گفتم او هرگز پیروز نمی شود. شما در این حدیث می بینید زراره یک بار سوال می کند، روز بعد دوباره سوال می کند و روز سوم متوجه می شود که نمی تواند رأی امام را تغییر داد، لذا با جمله آخر هدفش را از تکرار سوال مشخص می کند. او سعی می کرد هر طوری که خود می خواست دین را ارائه دهد، نه آنچه شنیده بود. 3. وقتی امام متوجه این رفتار زراره و دیدگاه او نسبت به خودش می شود، او را در جاهای مختلفی لعن کرد و تکذیب نمود. در رجال کشی جلد 1 صفحه 150 و 151 و 160 روایت شده است که ابو عبدالله جعفر صادق فرمودند خدا زراره را لعنت کند، خدا زراره را لعنت کند، خدا زراره را لعنت کند. ابو عبدالله 3 مرتبه این کلمات را بر زبان آورد و در روایت دیگر فرمودند این زراره بن اعین از کسانی است که خدا در کتاب خود درباره آنها چنین فرموده است: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و ما به سراغ اعمالی که انجام داده اند می رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا قرار می دهیم. و در روایت دیگر فرمودند زراره از یهود و نصارا و از کسانی که گفتند که خدای سومی نیز با خداست هم بدتر است.
حال سوال این است که چرا شیعه نمی‌خواهد این شخص ضعیف نشان داده شود و همه این روایت ها را نادیده می‌گیرد، در حالی که یکی از این جملات برای ساقط شدن یک شخص از اعتبار کافی است. علت این است که اعتقادات شیعه بر اساس روایات این شخص و امثال آن بنا شده است. لذا اگر این روایات را ضعیف بدانند، دیگر چیزی از مذهب باقی نمی‌ماند. مجبورند همه این روایات را توجیه کنند و یا آنها را ضعیف بدانند، در حالی که راویان همین احادیث در جاهای دیگر مورد پذیرشند.